و رضاکار زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان کامیار میرزایف که در شبکه‌های اجتماعی با تخلص کامچک میرزایف معروف بود، علاقه یک ماه بعد آوردنش از روسیه با حکم دادگاه در دوشنبه به 10 سال زندان محکوم شده است. در این باره روز 7 اکتبر سال 2022 انورا سرکارова، یک ژورنالیست مقیم اروپا که حوادث بدخشان را پیگیری میکند، خبر داد. بنا به اطلاع سرکارova درباره به 10 سال زندان محکوم شدن کامچک میرزایف به خویشاوندان این فعال 34 ساله از وکالت او خبر داده است. مقامات رسمی از هر نفع شهر سرکشی میکنند. خانواده رضاکار محکوم شده نمیدونند که مرافعه او کی و در کجا دایر شده است و نمیدونند که او به چه عیبدار میشد، می نویسد انورا سرکارova. تصدیق این خبر و دریافت تفصیلات بیشتر از منابع رسمی هنوز میسر نشده است. مقامات تاجیکستان تا کنون رسما درباره بازداشت کامچک میرزایف در مسکو و آوردنش به تاجیکستان و عیبنامه ضد او یگان شرح نمیدهند، ولی منابع بامداد گفته بودند که ظاهرا یک اتهام اساسی به ضد این بلاگر پشتیبانی و همکاریش با کمیسیون 44 میتواند باشد. خبر بازداشت کامچک میرزایف را یک ماه قبل اولین شده پایگاه خبری بامداد نشر کرد. منابع بامداد گفته بودند که کامچک میرزایف شام 5 سپتامبر سال 2022 به خانه‌ای که کامچک میرزایف و چند زاده دیگر بدخشان اجاره می نشستند، کارمندان پلیس شهر مسکو و نمایندگان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان آمده کامچک میرزایف و 2 تن از همخانه‌هایش را به شعبه پلیس بردند. صبح 6 سپتامبر پلیس مسکو بعد پرسجو آن 2 نفر دیگر را که مهاجر عادی بودند و یگان فعالیت سیاسی و در شبکه‌های اجتماعی فعال نبودند آزاد کرد، ولی کامچک میرزایف در بازداشت باقی ماند. ژورنالیستان زاده بدخشان انورا سرکارova و رستم جانی بعدا خبر دادند که کامچک میرزایف را علاقه روز 7 سپتامبر به تاجیکستان بردند. بنا به اطلاع آنها دادگاه ناحیه لفورتو شهر مسکو روز 7 سپتامبر درخواست استرداد او را رد کرده است، ولی پلیس مسکو به جای آزاد کردن او را به مقامات تاجیکستان تسلیم کردند. انورا سرکارova و رستم جانی نوشته بودند که در تاجیکستان به ضد کامچک میرزایف بر اساس قسم 2 ماده 187 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشوده از 25 آگوست تحت جستجو گذاشته بودند. این بند قانون برای عضویت در اتحاد یا تشکیلات جنایتی و یا گروه متشکل جنایتی همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه مسلح سرکوب کردند. به حساب سازمان ملل حدود 40 نفر کشته شده. تا امروز درباره بازداشت حدود 200 نفر از زادگان بدخشان در رابطه با اعتراضها خبرها به دست رسیدند. تقریبا 20 نفر آنها را در روسیه دستگیر کرده به تاجیکستان آوردند.